با بالا رفتن نرخ سوزشواری در هفته‌های اخیر در تمام مغازه و بازارهای جمهوری تاجیکستان بالا رفتن نرخ مال و محصولات و مواد خوراک باعث ناراضگی مردم گردیده است. برخی از اهالی بالا روی نرخ مواد خوراک در بازار را از بی‌نظارتی می‌پندارند. دیگری باشد بالا رفتن نرخ کارتوشک و سبزی و دیگر محصولات وطنی با گرانشوی نرخ سوزشواری ربط نداشتن و سبب چیزی دیگر بودن را ابراز می‌داشتند. با مقصد فهمیدن نرخ مواد خوراک در بازار مرکزی شهر پنجکند و سوداگران کوچگی که اکثر خود دهقانند تشریف بردیم به جانب ایشان و از هر یک نرخ محصولات سودا نموده ایستاده‌شان را پرسان شدیم. نوک چند بود؟ 8 سومو. انگور 4 سومو. 4 سومو. این انگور سنتان چه؟ 6 سومو. سیب چی؟ سیب 3 سومو. شفتالو چند بود؟ شفتالو 7 سومو. آگه؟ 1 سومو. 1 سومو؟ آگه چند بود؟ پیاز چند بود؟ این شفتالات هم کلاش چند بود؟ 10 سومو. انگور چه؟ 7 سومون 5 سومون. اینم 5 سومونی؟ ها کدامش 15 kilo. کدامش 15؟ Ama ne hafsın tanesi. اکون بودگیشه؟ نه. وای 7 سومون؟ Ha veya 30 sum 35. این 30 سومون ها؟ این 30 سومون 35 سومون. این خربوزه چند بود؟ 30 سومون؟ 30 یا 20؟ 20 sum. 20 سومون. این مایده‌ش چه؟ 15. ارزان هم میشن؟ خربوزتان چند پوله؟ 10 sum. کدامش 10 سومون؟ کنی یک بله. کدامش؟ اوش 10 سومون. تو چند پوله؟ تا 2 sum. تربوزی کلان. کیلو این برنج چند بود؟ 6 sum yapacağım 6 sum. اینش چه؟ Ne 6 dönüm sum. این برنج کجا؟ Hani kurmayı. این سیب چند پوله؟ 1 kilo da. ایناش چه؟ Eno 5 sum baktısı. این هر دو پنجی هم؟ پمیدور چند بود؟ Hamdol çok. این نوکو دارم؟ 10 سومون. انگور چه؟ Anguş. این کلانش چند؟ Araya 5 sum. چسناک چند بود؟ 20 سومون. چسناک کلاش 20 سومون. سبزی 5 سومون. کلانپور چه؟ 10 دانش 1 سومون. بالگری سرخ چند بود ama? 5 سومون. پیازاتان چند بوده؟ 3 کلاش 5. کارتوشکه چی؟ 4 سومون. این کیلوی انگور چند بود؟ 4 سومون. اینش چه؟ اینش هم 4 سومون نه؟ اینش هم همین نرخ دیگه همش؟ همش 4 سومونه. این دهقانی نخود انگوری سر از بالگر چند بود؟ این یک بنچش چند بود زنه؟ 1 سومون. اینش چه ریحون؟ اینم 1 سومون. اینش دوتش 1 سومون. چکه چند؟ 8 سومون. 8 سومون. 8 سومون. بادرینگ چی؟ 2 سومون بادرینگ. Hani nasıl? Hafta bana 7 sumon blokaş. Bana این فکره. یک گلوکش چند بود؟ یک گلوکش 7 سومون. چند دونه دارد؟ 10 دونه داره. ایناش چه؟ همین نوش هم خیلی. ایناش هم 7 سومون. همش. ایناش دوتش 5 سومون. دوتش 5 سومون. با من دکش 2 سومون. کدام این؟ من این من. این دانش 2 سومون. یک کیلو شفتالوتان چند بود؟ 8 سومون. 8. وای چه؟ Benim 8. ویم 7 سومون vay. Angur. من این انگوروی سنیتان چند بود؟ 7 سومون. انگور 7 سومون. سیاش چی؟ Söz senin çok. کیلوی شفتالو چند بود؟ با 8 سومون. این 8 سومونه. این شفتالوی قندک چند بود؟ با 6 سومون. بنان دونش چند بود؟ بنان 4 سومون.
این نوتاتون چه؟ و 10 سوم و یش چه؟ و 8 سوم انگورتون چنده؟ انگور 6 سوم کدامش 6 تومن؟ ساینی ساینی سیاهش چی؟ 5 سوم سیاهش 5 کیلوی شکرتون چند پول؟ این شکر می؟ 10 تومن قندی سفید چند پول؟ 10 تومن نواتتون چه؟ 13 تومن نمک چه؟ 3 تومن آشش آشش 3 تومن صابونتون چنده؟ هر خیلی سینی یک کدامش سینی صابونه؟ اینش سینی چوبونی پنجونی صابونه اینش چه؟ اینا 5 سومون اینو 3 سومون این وای چه؟ کریشکاتون چند پوله؟ 20 تومن بلاکش 20 تومن نه؟ دانگی گیرن اگر؟ 50 درم دانگی 50 درم این فری های کلاگیتون چند پوله اینا؟ 10 سوم کدامش 10 تومن؟ اینش 10 و اینش 12 کلانترش 12 مایدش 10 تومن روغن چند پوله؟ این مایدش چند پوله؟ 50 سوم این 50 تومن این کلانترش چه؟ 75 سومون این پستی خندان اینش همش چه؟ چمپول بعد میگید این چمپول که ماندگی کیلوش چمپول بگیشه این مایز چند پول؟ 10 سوم مایز کیلوش چمپول؟ کیلوش 35 سوم کیلوش 35 سوم 10 تومانی تیار که ماندگی 10 سوم پچکه زده بود این نخود چمپوله؟ نخود هم 35 سوم کیلوش پچکش 10 سوم این پچکش 10 تومن چماقچه این کیلوش 30 سوم 10 سوم بکردم همینا همش 10 تومانی که ماندگی ها؟ بودمش 20 سوم بکردم دیگه پچکش پیستش 30 سوم بکردم شوردونه کیلوش 25 سوم 10 سوم بکردم من این ویا کیلوش چند پوله؟ خندلات بودم 30 سوم نیم کیلوش 60 سوم نیم کیلو پچکه زده اینا نرخ نواش فرق میکنن این نموداش به وابسته یا که نرخ نواش فرق میکنه از سورتاش هم نموداش هم هر من همینش چند پول یک کیلوش؟ نش 1 کیلوش 120 سوم این پشتنگش چی؟ پشتنگش 80 سوم این پسته ها چه؟ پسته ها 120 سوم ایران ترکش 140 سوم نرخ هست 25 30 سومونه 25 20 شکلاتو 40 35 45 45 48 تا 50 هست 40 سوم فرض 48 سوم اوگاسی 40 سوم کیلوش زیفر چی 40 سوم کیلوش 45 سوم پرورده 12 سوم قند سفید 10 سوم نبات 13 سوم این چند پوله؟ این 30 سوم کیلوش هم اینش چند پوله؟ این دانش 1.5 سوم این پهلوا می؟ ها 25 سوم 25 سوم اینش چه که؟ اینم 20 سوم 20 سوم این رولتاتون چه؟ اینم 25 سوم 25 سوم این چپست که خواه کن کیلو 35 سوم 10 سوم کرم 10 سوم تیار کرم موندگی این دست بوختینی خودتان؟ ها دمش نمیده همیشه این پیشینی ها کلاش چند پوله؟ این کیلوش 26 سوم 10 سوم 10 سوم بکرم موندگی ایناش چه؟ این 30 سوم 10 سوم کرگی با معلومات فقر رسانده این چکه کلاش چند بود؟ 12 سوم کیلوی چکه 12 سوم اینش کیلوش 40 سوم اینش 35 سوم دانگی هم میفروشی؟ دانگی هم میفروشی چیسناک کیلوش چند بود؟ 20 سوم 20 سوم این زردالو خواب کیلوش چند پوله؟ زردالو خواب نیست این 18 نه بنابراش 20 سوم این 20 سومون این 18 سومون کیلوی این 18 سومون این توتقاق چند پول بکره ماندگی؟ 10 سوم 10 سومون کیلوش چند پول؟ کیلوش 20 سوم کیلوش 20 سومون این نیم کیلو هم 10 نه نیم کیلو بمونه اردنان شاید 14 اینش 14 سومون کیلو این توتقاق 14 سومون اینه یک نیم کیلو مایز 55 سومون
هر خیلی 35 این یکمی سادگیش 35 ایناش این با امجان کلاش چند پول خاله؟ 2 سومون این گوکرمتان چند پولی کیلو؟ کیلوی گوکرم 4 سومون چسناکتان چه؟ قلمفور چه؟ قلمفور کیلو 6 دونگی هم میفروشید می قلمفوره؟ یا حوش میتم 1 سومون این چی؟ این سندره داخلو نمیتونم برای چی استفاده میبرم؟ برای خانگاه برای نغمان اویغوری باید بودک سال بدون این سلام کردم یک دستی شامپو؟ یک دستی شامپو یک سومون ریحانتان چه؟ دو تیش 1 سومون هم 1 سومون این دو تیار این دو تیار زنجبیل برای پتروشکا این پتروشکا چند پول؟ 1 سومون این آن چند پول؟ 1 دانش یا 2 دانش؟ 1 دانش دو تاش 5 دانش 10 سومون این مایده هاش چه؟ برم 5 سومون نانه کلان این خودتان میپزید یا میخرید؟ نه ما خریده میخرید این آناتان دانش چند پول؟ 2 نیم سومون 2 نیم سومون؟ همش 2 نیم سومون؟ همینا 2 نیم سومون ایناش چه؟ ایناش 2 سومون این آناش 2 سومون این آنا خودتان میپزید یا میخرید؟ خریده میفروشید؟ 5 سومون دانش چند پول؟ 2 سومون نه 2 12 دانش اینو 5 سومون بینی خودتان میپزید یا ما دکتر میفروشیم مثلا کمر 25 شده گفتم اور تماس رو مجبور ما ونیم 50 درهم این زیاد 5 سومونی بابا منو سینی با اونو سینی yarışa da bir saçtı ya. Kalonu maydan, kalonaş panci, maydaş sev, o seynim. Sesum seynim. O düğünümü hem hasul harfi. Haminaş panci ha? Ha, eno panci. این کیلوی سبزیتان چند پول؟ اینش 5 سومون این سرخه 6 سومون این کلونش چند؟ اینو نرخش 1 6 سومون کارتوشکاتان چند پول؟ 3 کیلوش ده 3 سومون لابلو چند پول؟ 3 سومون این birinci kiloş چند پول؟ این 7 سومونه این مایده birinci تان چه؟ اینش 5 سومون کیلوی این کرمتان چنده؟ 2 نیم 2 نیم سومونه گوکرم چند پوله؟ 5 4 3 نیم چقدر سنمون؟ Odamaş mı nigo karı mefreşi? Bisyor gira sesu. Betara. Sabziyatın çampule. Zarcamı Xudo şükür arzon şidegi. 5 نیم 6. 5 نیم 6. 5 am bahas. 5. این پیازی سرخوتان چاmpule. پیازی سرخ. 5 نیم su. پیازی سفیدتان چه؟ 3 kilo 5 dusu. شلغم چند پول؟ شلغم قیمت به درجهش. چند پول؟ 10 سوم 8 سوم. 10 سوم 8 سوم. این شلغم بسیار گیره ارزان‌تر میشن؟ نه نمیشه. از سبب هوای گرمش شلغم کمچینی. کرم خورد هوا نمیبره. Asal, این کیلوی برنجتان چند پوله؟ 7 سوم yapacağım. این چقدر برنج؟ این birinci mercan yapacağım. این birinci mercan 7 somon. Bayar çe? این birinci avantgard 7 نیم سوم. این birinci 7 نیم. این اش birinci çe? Birinci regar 10 سوم, deyizrə 11 سوم. این نخودتان چند پوله کیلو؟ Naxotum اینش 16 سوم, اینش 14 سوم. این نخود نمر çe? این naxoti farab. این نخود Eron mu? 14 somon ha? 17 سوم. Eş 11 سوم. اینش 14 سوم. این moştan kiloş çند pul? Moş 17 سوم. 17 somon. این mayda birinci çe? Mayda birin 4 سوم 5. Lubyo çe? Lubyo 13 سوم. 13 somon. Griçka kiloş çند pul? 15 سوم yapacağım. Griçka 15 somon. Kiloy civori 5 somon. Arzan kiloş çند pul? 6 somon. Kilo arzan 6 somon. Gandumatan çند pule? 4 نیم سومون 4 نیم سومon. Pilovka 7 somon. Garaq çe? Garaq ham 7 somon. این روغنتان چند پوله؟ 1 کیلو 15 سوم. چند لیتره این؟ 5 لیتره. 5 لیتره. 8 لیترهش چند پوله؟ 8 لیتر 165 سوم. ماکارونتان چه کیلوش؟ 7 سوم. 7 سوم کیلو گوشت. پشکا گوشتی؟ 9 سوم. تخم دانش چند پول؟ 80 درم. 80 درم. نمک چی؟ پشکی نمک چند پول؟ 1 سوم. 1 سوم. نمک آشی هم نمک مایده نمک آشی 1 سوم، سوده 2 سوم. کریشکاتان چند پول؟ 18 سوم 20 سوم. دونگیش چی اگر دونگیش؟ 40 درم 50 درم.
جواتون کلاش چند بود؟ 4.5 سومون. این هفتاتان چند پوله؟ نخواهید من 12 سومش این 12 سالتی آردی اکنون چند بود؟ 245 دویمش چه؟ 10 سومون. واقعا پرسشان نشان دادند که نرخ در هر گوشه از هم تفاوت داشته. بعضی ها محصولات دهقانی خود را به فروش برآوردند ولی در آنجا نیز نرخ همان نرخ بازار است. در واقع در شهر پنجکند که اکثر محصولات خودی را به فروش میبرند بالاروی نرخ چی ربط به گرانی قیمت سوزشواری دارد کس حیران می شود. پس راه حل این معما در چیست؟ شاید با تشکیل یارمارکه ها توانیم پیش راهی به آسمان تکه خوردن مواد آذوقه‌واری را گرفتن. امید می رود که در شهر پنجکند یارمارکه ها تشکیل گردیده و باعث به اعتدال در آمدن نرخ در بازار و رسته های فروش می گردند.